سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. سروش یوسفی هستم، هم بنیانگذار و مدیر عامل مجموعه زرعی. میخوام در واقع تو این ویدیو یکی از محصولات راه حل‌های بازاریابی و رفع هوش مصنوعی رو خدمتتون توضیح بدم برای بیزنس‌های ایرانی و کسب و کارهای ایرانیمون که شفاف‌تر بشه. محصولی به نام زرع GTM یا زرع تو مارکت که یک استراتژی برای گسترش بازاریابی شما در فضای بین‌المللیه. خیلی سعی میکنم سریع برم سراغ در واقع اصل مطلب و طبق فلوچارتی که میبینید میخوام من توضیح بدم که دقیقا چه اتفاقی میفته. در مرحله اول اتفاقی که میفته اینه که ما یک سری اطلاعات از کسب و کار شما به دست میاریم. این اطلاعات عمدتا راجع به اینه که حالا مشتری دارتون در واقع یک تعریفی از خودتون داشته باشین، محصول یا خدمتتون چیه، تا حالا کجاها کار کردین، مزیت‌های روایتتون چطوره و هر چیزی که برای این پروسه بازاریابی ما نیاز داریم. و وقتی اطلاعاتمون تکمیل شد میرسیم به فرایندی که به واقعیت داره این کار اتفاق میفته. قبل از اینکه بگم در واقع زرده چجوری کار میکنه، احتمالا این فرایند برای خود شما هم آشنا باشه، چون اصول اولیه که در واقع بازاریابی بین‌المللیه. اینکه شما اول مارکت ریسرچ انجام میدید از طریق لینکدین، سیلز ناویگیتور، وبسایت ها یا دایرکتوری در واقع محلی که متوجه میشه اصلا با کی طرفین، مشتریتون کیان، چه جوریه، چه افرادی هستن. و خب ممکنه یک تیمی یا یک فرد خیلی متخصصی در واقع تو مجموعه شما این کارو انجام بده یا تا شاید امتحانش نکرده باشید. در مرحله بعدی سعی کنید یک لیستی از مشتریان هدفتون در بیارید که شامل اطلاعات دموگرافیک، شامل در واقع اطلاعات فیلموگرافیک، شامل اطلاعات که مربوط به اینکه دیتا هستن که علاقه دارن به محصول شما، توضیحاتی در رابطه با این مشتری حال شما و از همه مهمتر از راه ارتباطی با این در واقع مشتری احتمالی شما که حالا میتونه ایمیل باشه، میتونه شما تماس باشه، میتونه واتساپ باشه یا هر چیز دیگه. و احتمالاً برایش یک کمپینی در واقع طراحی میشه. خب این کمپین ها میتونه از طریق لینکدین باشه، میتونه ایمیل باشه، میتونه واتساپ باشه. و بعد از اون سعی میکنید که از همه این در واقع چنل ها داخل کمپینتون استفاده کنید تا در نهایت یک سری افرادی که ما اینجا تخصصی در کنیم بهشون میگیم MQL یا مارکتینگ کوالیفاید لید، افرادی که در واقع یک علاقه اولیه‌ای به محصول شما نشون دادن. خیلی سادهش میشه که مثلا قیمتتون چطوریه، دوستانم بیشتر صحبت میکنن، دوستان جلسه‌ای با شما داشته باشن و موارد این چنین. این اتفاقی که در واقع صورت دستی داشته تا الان اتفاق افتاده برای شما تماما قرار توسط هوش مصنوعی انجام بشه. ما هوش مصنوعی اختصاصی خودمون رو به اسم زرد کانتکت داریم که در واقع مارکت ریسرچ رو انجام میده و لیست پراسپکت های شما رو همراه با اطلاعات ارتباطیشون که کامل چک شده و درست هستن به روز پیدا میکنه و میره میگرده در همین لینکدین، در همین وبسایت هایی که در واقع هستن، در همین دایرکتوری های محلی که حالا کشوری که مد نظرتونه، میگرده و اطلاعات بروز و آپدیت رو راجع به مشتری هدف شما که تمامی این اطلاعاتش رو بررسی کرده پیدا میکنه، راه ارتباطیشون هم پیدا میکنه و در این مرحله میاد یک کوچولو از تیم متخصص خود ما کمک میگیره و یک سری محتوای بازاریابی متناسب با کمپین شما طراحی میشه. یعنی ما به شما کمک میکنیم که پیام لینکدین متناسب، این متن ایمیل متناسب و متن‌های بازاریابی متناسب در واتساپ رو به شما طراحی می‌کنیم. از تجربه تیممون استفاده می‌کنیم به نسبت پراسپکت هایی که داریم، به نسبت مشتریان احتمالی که داریم. و در اینجا میاد مرحله دوم هوش مصنوعی ما که من در اینجا یک نمونهش رو آوردم، یک مارکتینگ فلو اتوماتیک رو تماما پیش میبره. یه مثال خیلی ساده بخوام برای این اتوماتیک بزنم، در واقع سبز واتساپ هم، آبی لینکدینن و قرمز ایمیلن. به عنوان مثال برای مشتریان شما اول یک ایمیل میره، اگر این فرد باز کنه و کلیک کنه میره از طریق لینکدین باش ارتباط میگیره و بعد از اون میاد در واتساپ باش صحبت میکنه مجدد. اگر باز نکنه ایمیل مجدد میفرسته و اگر حالا دوبار باز نکنه اصلا که باش کاری نداره. و این پروسه همونش که مشاهده میفرمایید، به عنوان مثال مثلا کلیک نکنه در واقع روی ایمیل ها، مستقیما میره از طریق واتساپ باش ارتباط میگیره. و اتفاقی که در واقع اینجا میفته اینه که کاملا به صورت اتوماتیک و باینری، همونش می‌بینید های خاص خودش رو داره این فلوچارت به سمتی پیش میبرد که شما یک سری مارکتینگ کوالیفاید و مشتریان احتمالی رو داشته باشید. حالا جذابیت اصلی کجاست؟ اینجاست که تیم فروش شما دیگه نیازی نیست همینجوری الکی همین کارا انجام شه، معلوم نیست که علاقه‌منده که علاقه‌مند نیست. میاد زمان اصلیش رو، اون پروسه فروش اصلی رو
میذاره رو کسایی که واقعا که علاقه اولیه نشون دادن به برند شما، محصول شما به خدمتشون، که شما هم تمام این موارد رو مثل این نمونه‌ای که برای یکی از مشتریان عزیزمون آوردیم هم به صورت در واقع دیتابیسی میتونید مشاهده بفرمایید که اصلا چقدر ایمیل مثلا ارسال شده. ما اینجا با 1000 نفر ارتباط گرفتیم، 63% باز کردن ایمیل رو، که در مورد 600 نفر 30 نفر مثلا کلیک کردن روی لینک جلسه ای که بوده، حتی 3 نفر هم ریپلای کردن و خب اومدن توی جلسه و سعی کردن با این مشتری ما ارتباط بگیرن. کمپینی بوده که اجرا شده و خب حتی اطلاعات کامل این افراد در اختیار تیم فروش شما قرار میگیره. تیم فروش شما با اطلاعات کامل که اینجا هست، چه پوزیشنی داره این مشتری در واقع احتمالی شما، چه شرکتی کار میکنه، چقدر علاقه نشون داده، اصلا در چه حدی بوده این علاقهش، چه توضیحاتی راجع به خودش داریم و حالا ارتباطی باهاش اصلا چیه، بخوام جدا باهاش ارتباط بگیرم رو تماما در اختیار شما قرار میدیم و این لیست تحویل تیم فروش شما داده میشه. حالا یه چیز جذاب‌تر هم خدمتتون اشاره بکنم، بخشیه که به زودی قراره به ZGTM اضافه بشه و اگر شما در واقع ما افتخار همکاری با شما رو داشته باشیم و با هم کار بکنیم در این پروسه، به زودی از این امکان هم بهره مند خواهید شد. مفهوم دیگه وجود داره تحت عنوان سیلز کوالیفاید. این پروسه‌ای خدمتتون گفتم که تیم فروش شما میاد حالا این افراد رو آماده تر میکنه برای خرید، به مرحله میرسونه که دیگه برای خرید آماده هستن و منتظر اینن که مثلا شما یک آفری بهشون بدید و دیگه قرارداد باشون ببندید و دیگه میره تو پروسه مذاکره نهایی فروش. این رو هم قرار با کمک هوش مصنوعی به زودی اضافه بکنیم. شامل اطلاعاتی میشه که از رفتار اون فرد در وبسایت شما، در لندینگ شما، در فضای آنلاین که وجود داره گرفته شده. به عنوان مثلا چه صفحاتی رو دیده، چقدر اونجا زمان گذرونده، امتیازدهی میشه به این در واقع لید هایی که اینجا در واقع تهیه شدن توسط هوش مصنوعی و کمپین های جدیدی باز توسط هوش مصنوعی و افراد متخصص تیم ما برای این افراد طراحی میشه تا این افراد آماده تر باشن برای اینکه بیان و دیگه محصول شما رو خریداری بکنن. و همچنین قراره که یک سری گزارشات خیلی جذاب شامل اینکه واقعا مشتری ایدئال شما چیه از حدس و گمان خارج بشه و به دیتای واقعی تبدیل بشه و آماده این باشه که تیم فروش بره باش قرارداد رو ببنده. و همچنین یک چیز جذابتری که داره، نتایج در واقع این اطلاعات، این سیلز کوالیفاید تا این افرادی که دیگه بشه گفت خیلی نزدیکن به خرید از شما، برمیگرده در مرحله اول ورودی کمپین شما و توی این هم تاثیر میذاره تا ما بتونیم به مرور زمان بازدهی بهتری حتی برای مجموعه شما در با این بازاریابی اتوماتیک داشته باشیم. نکته‌ای که لازم اشاره بکنم، در واقع مجموعه زرد AI و کلا این محصول ما ZGTM اومده که به نحوی انگار جایگزین یک کارشناس ارشد به شدت متخصص در تیم شما بشه، یا حتی جایگزین حتی چند نفر نیروی متخصص در تیم شما در واحد بازاریابی بین‌المللیتون بگیره، یا حتی بهشون کمک کنه که بازدهی چند برابری بگیرن. و خب مشخصا چون هوش مصنوعی هزینه خیلی خیلی منطقی تر و بهتری نسبت به نیروهای در واقع سنتی داره. امیدوارم که این ویدیو پاسخ اکثر سوالاتتون رو داده باشه. میتونید از طریق لینکی که تو دیسکریپشن این ویدیو هست یا لینکی در ایمیل خدمت شما قرار داده شده با ما ارتباط بگیرید و ما خوشحال میشیم که یک جلسه مشاوره رایگان با شرکت شما داشته باشیم تا این اطلاعات اولیه رو به دست بیاریم و پتانسیل‌های همکاریمون رو بررسی کنیم. مرسی.